29مین شماره اخبار ستاره‌ای. مردم زمین عصر بخیر. امروز 6 ماه می 2024 است. در این برنامه تازه ترین تحولات رویدادهای کیهانی را که بر آینده زمین به عنوان یک تمدن سیاره‌ای اثر می‌گذارند با شما در میان می‌گذاریم. در این شماره پیامی زیبا و الهام بخش از مشاور آنکس از ال نیلام خواهیم شنید و همچنین موضوع دیگری مرتبط با این منظومه ستاره‌ای بررسی خواهد شد. خوشحالم شما را به 29مین شماره اخبار ستاره‌ای خوش آمد بگویم. فعالیت‌های معدنی در ابر اورت شکل گرفته است. منطقه‌ای در دست‌های منظومه خورشیدی که از بلوک‌های یخ و سنگ‌های معدنی ساخته شده و منشأ بیشتر دنباله‌دارهای این منظومه است. این منبع طبیعی عظیم آب و مواد معدنی اکنون در دسترس ساکنان منظومه خورشیدی قرار گرفته است. اتحاد زمین پس از آزادسازی منظومه بخشی از ناوگان سولار واردن را معمول کرده تا عملیات استخراج را گسترش دهد. پروژه‌های تازه‌ای یکی پس از دیگری آغاز می‌شود. همانطور که در توافقات مشتری ژوئیه 2021 پیش بینی شده بود، این روند از پیش برنامه‌ریزی شده تا به رقابتی بی‌پایان برای غارت منابع بدل نشود. برای درک بهتر تصویری از ابر اورت نشان داده می شود که اندازه آن را در مقایسه با کل منظومه نشان می دهد. در این تصویر هنری شکل ابر اورت همچنین یک میدان پیچشی به نظر می رسد که حاصل دینامیک میدانهای گرانشی و الکترومغناطیسی منظومه است. بخش دیسکی آن را ابر اورت داخلی و بخش کروی آن را ابر اورت خارجی می‌نامند. اتحاد زمین در ابر اورت ساختارهای بسیار کهنی یافته است. یادگار تمدن‌های باستانی که پیش از پیدایش انسان در این منظومه وجود داشتند. کاوشگرها و ایستگاه‌های معدنی متروکه با فناوری پیشرفته که اکنون دوباره به دست برنامه استخراج منابع سولار واردن استفاده می‌شوند. 6 سفینه در گستره وسیعی از ابر اورت پراکنده شدند تا این ساختارها را بررسی و برنامه‌ریزی عملیاتی کنند. فدراسیون کهکشانی از وجود این سازه‌ها آگاه بود، اما آنها را دست نخورده گذاشت تا زمانی که بشریت خودشان آنها را کشف کنند. اکنون همه چیز در ابر اورت تحت اختیار اتحاد زمین است و به زودی در اختیار اتحاد خورشیدی قرار خواهد گرفت. این سازه‌ها حاوی فناوری‌های پیشرفته‌اند که تا امن شدن این منظومه محافظت می‌شدند. با بیرون راندن نیروهای واپسگرا، صلح و شکوفایی در سراسر منظومه خورشیدی آغاز خواهد شد. در همین زمان منطقه اوریون از فجایع بیشتر جنگ سیخار در امان ماند، به لطف سفر دفاعی که ناوگان امپراتوری آناک ایجاد کرد. مشاور آنکس از شورای ال نیلام در زاگار 3 پیامی امیدبخش برای مردم زمین فرستاد، مردمی که همچنان در برابر قدرت رو به زوال دولت پنهان که سایه تاریکی را بر سراسر زمین گسترده مقاومت می‌کنند. سخنان او چنین آغاز می‌شود: درود بر شما زمینیان زیبا و شجاع که در شگفت‌انگیزترین دوران تاریخ سیاره خود زندگی می‌کنید. نه چندان دور بسیاری از شما گمان می‌کردید دولت‌ها و نهادهای مذهبی از شما مراقبت می‌کنند، در حالی که آنها تنها برای بهره کشی از جان و منابع شما ساخته شده بودند. مردم زمین نژادی سخت‌کوش و مقاومند، اما همین ویژگی‌ها بارها به نقطه ضعف بدل شد، زیرا کنترلگران آن را برای سود خود به کار گرفتند. آنها شما را در حالت بقا نگه داشتند و با زیرکی به بردگی کشاندند تا برایشان تولید کنید، در حالی که زندگی و جستجوی معنوی خویش را کنار گذاشته بودید. سالیان طولانی این حقیقت را نمی‌دیدید، زیرا کنترلگران ماهرانه شما را وادار می‌کردند باور کنید ادامه دادن همین وضع بهترین حالت است. چنان گله‌ای که برای منافعشان کار می‌کند و جوهره زیبای روح خود را هدر می‌دهد، بیان که دیگر بیاندیشد. که مسیر آگاهی را گشودند، آنها اندک بودند اما بسیار راهیابان. سپس پیام‌آوران آمدند، نیرومند،
در زمین متجسد شدند تا پایه‌های نظام‌های فریبنده و برده‌ساز را بلرزانند. بسیاری تهدید شدند، شکنجه دیدند، به زندان افتادند، شکار شدند یا کشته شدند، اما مأموریتشان را به آنجا انجام رساندند. آنها راه را گشودند تا میلیون‌ها فرستاده دیگر بیایند، بذره‌های کاشته شده را فعال کنند و انقلابی سیاره‌ای را برپا دارند، انقلاب آگاهی. و امروز شما اینجایید دوستان عزیزم، در حالی که شجاعت و عزم خود را جشن می‌گیرید. آنچه روزی نقطه قوت شما بود به ضعف بدل شد و آنچه ضعف بود اکنون قوت شماست. عزم خود را استوار نگه دارید، امیدهایتان را زنده بدارید و آینده تازه را در کانون عمل خود قرار دهید. ما در شورای زاگارا شادمانیم هنگامی که می‌بینیم شما شکوفا می‌شوید و به آن انسان‌هایی بدل می‌گردید که همیشه باید می‌بودید. این سخنان مشاور آنکس دلگرم کننده است، به ویژه برای کسانی که برای گذران زندگی تلاش می‌کنند. کنترلگران سیستمی ساختند تا بشریت را در حالت بقا زندانی و از رشد معنوی باز دارند. نهادها مردم را مانند گله گرد می‌آورند و به آنها می‌گویند چه باور کنند و از چه بترسند، اما پیام او طنین دارد. شما نمی‌توانید ناگهان از پرداخت خبوز یا کار کردن دست بکشید، اما می‌توانید جیوه زندگی خود را بازاندیشی کنید. با کار برای خود، تغییر فرمول زندگی و کاهش فشارها می‌توانید زمان بیشتری را برای پرداختن به معنویت حقیقی فراتر از نهادها به دست آورید و دریابید که واقعاً کی هستید. با این وضوح و قدرت چشمانداز تازه‌ای خواهید یافت و مسیر زندگیتان را تغییر خواهید داد. ابر ارد خود شگفت انگیز است. وقتی از آن عبور کردم همه جا پر از درخشش بود. نور خورشید بسیار کمسو و دور بود، اما ذرات یخ زیر نور ستارگان می درخشید. منظره حیرت انگیز بود، جایی که دنباله‌دارها شکل می گیرند و فناوری هایی که قرنها پنهان مانده‌اند اکنون آشکار شده و به دست اتحاد زمین سپرده شدند. مأموریت های بیشتری برای کاوش این ساختارها انجام خواهد شد، همانطور که اکنون در زحل رخ می‌دهد، جایی که قمر تایتان میزبان گروهی از دانشمندان اتحاد زمین است. بر روی سفینه یو پرینسی دانشمندان در حال بررسی آرشیوهایی همچون آباگیر هستند، نه ماهال بلکه آباگیر. مردم زمین، این روزها لحظاتی تاریخی هستند. می‌خواهیم پایداری، قدرت، زیبایی و نیروی قلب و شفقت توهم را پراکنده شما را ارج بگذاریم. این همان راهی است که باید پیمود. همانطور که اخیراً گفتم، کنید نه رویاهایتان. هر روز با خرد یک حکیم و توان رزمی یک جنگجو گام بردارید و بگذارید شفقت راهتان را روشن کند. اخبار ستایی توسط الا دانان تقدیم شما شد. تازه ترین اخبار را هر دوشنبه در کانال او دنبال کنید. ویدیو توسط استف زک کارگردانی شده است.